واقعا این حالتها جای دارد و تنها روزی گذشته در حکومت جمهوری تاجیکستان زیر سروری معاون سروزیر حکومت جمهوری تاجیکستان جلسه سه طرفه با اشتراکی اشتراکی رهبران اتفاق کسبای جمهوری از همه نهادهای آن اشتراک داشتند و با آن ناحیه‌هایی که آنها امروز مبلغی آموزگاران را پرداخت نکردند سپارش قدی داده شده است و تا آخرین ماه پرداخت همه مزد مهنتی آنها پرداخت کرده می شود. برای معلومات شما میخوام قید نمایم که پرداخت مزد مهنتی آموزگاران بسیار وابستگی دارد از پر شدن بودجه و شهر و ناحیه‌های جمهوری چیزی که ما میدونیم، یعنی پرداخت مزد معاش که در آخری سال یعنی در 2 ماه میآید بعضی مشکلات را یعنی بار میآورد و طبق دستور حکومت جمهوری تاجیکستان تا آخرین ماه همه این مبلغ‌ها پرداخت کرده میشه.